آیا شخص حج کننده یا عمره کننده میتواند که تپوچکا یا به مانند بسناچکایی که هستن امروز همچون دختگی هستن یا احرام های هستن که کنچه هاشون دختگی هستن مثلا باریشته بعضی ها مثلا این را میگن ممکن نیست هست. کلمه دوختگی را برادرها نفهمید که با ریشته این خیلی دوختگی گفته. دوختگی به معنای در شکل عضو، در شکل عضوی بله بدن، مثلا جوراب، مسحی، اینا در شکل پای دوخته شده است، یا کرته در شکل بدن، یا ایزار در شکل پای. این چیزای نمیشه، خود احرام با دوخته شدگی است همه جاش. یعنی که دوخته شده به معنی این خیلی نه که با ریسمان و رشتی دوخته باشه ممنوع از این خیلی نه، اجازت هست، فقط از عاشقی پا پایان باشد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه فمن لم یجد نعلینی، کسی که اگر دو پای افضل نیاد مسیحاش مسیح پوشید و از عاشقی پا پایینش برد ولی یقطعهما تحت الكعبین او کما قال علیه الصلاه والسلام، از اما عاشقی پا پایینترش برد گفتن، یعنی مسیح پشت رفتن گرفت. فهمیدید؟ یعنی بسناچکه اجازت هست یا بگذار همه جاش لحتگین باشده اجازت هست. اگر مثلا کرسافکچه های معده هست که از عاشقی پا پایین باشه هیچ گپی ندارد. لیکن سلانسی خوب است، آسان، هوای گرم امسال با حج در تابستان گرم میبیاد چی در کار خیلی پای افضل بسناچکه بسیار خوب است.